موسیقی حرام است یا حلال؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: خواهند بود از امت من اقوامی که زنا و ابریشم و شراب و آلات موسیقی را حلال می شمارند. این حدیث صراحتاً نشان می دهد موسیقی حرام است. در قرآن آمده است: و در میان مردم کسی هست که در پی لهو الحدیث است تا دیگران را از راه خدا گمراه سازد و آن آیات روشنگر را به تمسخر می گیرد. آنان عذابی خفتبار در پیش دارند. حسن بصری می گوید این آیه درباره موسیقی نازل شده است. تفسیر ابن کثیر. ابن قیم می گوید قول صحابه و تابعین در تفسیر لهو الحدیث به موسیقی کافی است و این تفسیر از ابن عباس و ابن مسعود که از بزرگان علمای صحابه هستند به ثبوت رسیده است. از ابن مسعود درباره این آیه پرسیدند، گفت: قسم به خداوند که معبودی به حق جز او نیست، لهو الحدیث یعنی موسیقی، و 3 بار این قسم را تکرار کرد. همچنین از ابن عمر به صحت رسیده که فرمود لهو الحدیث همان موسیقی است. امام نووی میگوید نی زدن حرام است در صورتی که نی کم زیانترین وسایل موسیقی بوده، پس حکم تار و عود و کمانچه و چنگ یقینا شدیدتر است. پس هر کس اندک دانشی داشته باشد نباید به حرام بودن آنها تردید نماید و کمترین چیزی که میتوان درباره‌اش گفت این است که شعار عاشقان و باده نوشان است. از امام شافعی در مورد موسیقی سوال شد، پاسخ داد: اولین کسانی که آن را در این امت به راه انداختند زنادقه بودند تا مردم را از نماز و یاد خدا به لهو و لعب مشغول دارند. از امام مالک در مورد موسیقی و رخصت اهل مدینه در آن پرسیدند، گفت: موسیقی را فاسقان انجام میدهند. عبدالله ابن امام احمد میگوید از پدرم درباره موسیقی پرسیدم، گفت: موسیقی را دوست ندارم زیرا نفاق را در قلب میرویاند، همان گونه که آب گیاه را میرویاند. همچنین دلایل دیگر در سنت وجود دارد، از جمله ابن عمر صدای نی شنید، پس انگشتانش را در گوشش داخل کرد و راهش را کج کرد و به من گفت: ای نافع، آیا صدای آن را میشنوی؟ گفتم نه. پس انگشتانش را بیرون آورد و گفت: من به همراه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودم، پس صدایی به مانند این شنید و همین کار را انجام داد. همچنین پیامبر فرمودند 2 صدا در دنیا و آخرت نفرین شدند: صدای آلت موسیقی هنگام نعمت و خوشی و صدای داد و بیداد هنگام مصیبت. همچنین پیامبر فرمودند در این امت خسف یعنی فرو رفتن در زمین و زلزله و سنگباران و مسخ یعنی تغییر چهره انسان به حیوان رخ خواهد داد و آن هنگامی خواهد بود که مردم مشروب بنوشند و زنان خواننده برایشان بخوانند و بر آلات موسیقی بنوازند. همچنین پیامبر فرمودند خداوند بر امت من خمر و میسر، قمار و امثال آن و مزح نوعی مشروب و کوبه یعنی طبل و قنین یعنی نوعی ساز را حرام کرده و در عوض به من نماز وتر را داده است. پس وظیفه ما چیست؟ فلان عالم موسیقی گوش داد و یا فلان عالم موسیقی را چرا تحریم نمی کند؟ آنها خودشان جوابگوی اعمال خودشان خواهند بود و ما جوابگوی اعمال خودمان. پس به قرآن و سنت پیامبر متمسک شوید.